واقعا هر چی گرونتر بهتره. حرف یه مشتری باز شد که من کاپشنم بپوشم و برم به سمت بهترین میوه فروشی و بهترین بساطی کنار خیابون و نتیجهش هم شد اینا. اینجا 2 دسته سیب داریم الان، یه دسته گرونتره یه دسته هم ارزونتره. آخر ویدیو هم بهتون میگم چقدر با هم دیگه اختلاف قیمت دارن. امتیاز بندیمون چجوری باشه؟ من اینا رو تست میکنم از لحاظ ظاهر، طعم، سفتیش. وایسا ببینم تو هنوز من نمیشناسی؟ من تنها کانال تو یوتیوبم که دارم راجع به میوه صحبت میکنم. من صاف کن. از لحاظ اینکه کرچ صدا بده منم یه امتیاز بهشون میدم. نه بزرگوار فعلا سر جاش بمونه. ظاهر سیبای زرد، این سیب زردا پوستشون براق‌تره ولی از این رازها گذاشته نداشت. خب خوشگل‌تر هم هستن، شاید به خاطر دستمال کشیدن باشه ولی پوست نازک‌تر به نظر میاد. این سیب زردا ظاهر ضعیف‌تری دارن نسبت به این سیب زردا، به خاطر همین به سیب زرد این دسته نمره 5 میدم، به این سیب زردم نمره 8 میدم. ولی سیب قرمز، این سیب قرمزا به نظر رنگ قشنگتری داره، به خاطر همین میخوام به اینا نمره 9 بدم، به اینم نمره 6 میدم. حالا بزرگوار دوباره میاد. دسته 1 در مقابل سیب قرمز دسته 2. ببینم تست کنم. این یه ذره حالت پفکی داره. حالا بریم سیب زردا رو امتحان کنیم. سیب زردش اصلا طعم نداره. دسته 1 دسته 2 نه فرقی نداره، کلا سیب زردش مثل اینکه طعم نداره. از لحاظ طعم بخوام به اینا نمره بدم، به این دسته نمره 6 میدم، به اینم نمره 8 میدم. حالا مهمترین قسمتش ارزشش نسبت به قیمتشه. این سیبا رو از بساطی کنار جاده خریدم، اینم از مغازه. تفاوت قیمتشون 2 برابر همه. امیدوارم اگه بیفته. خرید از مغازه کیلویی 120 تومن و کنار خیابون کیلویی 60 تومن. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. برای اینم یه اسم بذارید.